دوستان عزیز در این روزی حج و خنده کلی حج نگارا سلامت باشه سلامت روزی خنده مبارک شد مبارک باشه 100 800 تا 180 زخرج فکر برداشتم تو ای آخر میشی انا اینا سفر وزن بروباش استاد عزیزی من تقای مراد رازقov زنده باش استاد جان در نام صدقه استاد زنده باشی استاد میبینیم هم کینا درد میزنم شلی منصور زنده باش استاد جان یه همین برای بله امثال منصور یاد میکنم. سلام علیکم دوستان عزیز برادرای قدردان دانشگاه دولتی فرهنگ و صنعت جمهوری تاجیکستان وقتی ما بودیم DDST بود دانشگاه دولتی صنعت تاجیکستان بود فرهنگم خوش کردگیم انا برادرای عزیز امروز دانشکده ما 50 ساله می شود روز خنده روز حج روز دروغگویان خیلی روزا همه خیلی نام میبرن همت میدونی در همین روز خنده در همین روز حج در همین روز دروغگویان همین روزای بهار در محمد تبریک میکنم سربلند باشه امروز همه هنرمندا همه حج نگارا در همینجا حضور دارن کدام میشه دیدم ما پیشکش شما میکنم میدونم یک جای تماشا میکنیم و حلاوت میبریم چی گفتین اینستیتوت صنعت یعنی اینستیتوت اسکوستوا دانشگاه دولتی فرهنگ و صنعت جمهوری تاجیکستان میریم رفتیم در حقیقت اینستیتوت ما زیبایی باور کنین اینستیتوت ما در حقیقت زیبا در حقیقت این گل کاری ببینید دانشکده فرهنگ و صنعت جمهوری تاجیکستان ایران گل کاری ببینید سلام علیکم دوستان عزیز برادرای قدردان استاد عزیزی من تقای مراد رازقov زنده باش استاد جان در نام صدقه استاد زنده باشی استاد میبینیم هم کینا درد میزنم شلی منصور زنده باش استاد جان یه همین برای بله امثال منصور یاد میکنم. ما یکم کورس بده ما بودیم استاد دیدیم میگفتیم همین استاد هم گنده اینه که اید انسانی خوب اید انسانی خاکسار در دنیا نیست سربلند باشه استاد زنده باشه خیانتکار بودیم میگه من گفتم کوخی اون 95 فایزش ما کار نداریم ما این 5 فایز هاشیم میگه بیا خ مرد جان تمام شب بخونم میگه بخون خیر نوشتگی که 95 فایز مردها دخترباز و خیانتکار بودن انا 5 فایز دیگر زنک مجاز بودن بازم روزای بهاری زن و مرد نشستگیان که بعد زنک میگه که اینا سالی نو گذشت یگام جا تماشا نبردی هشتمی مرد گذشت یگام جا تماشا نبردی اینا نوروزی هم میروز پیغام میگذره یگام جا مرا تماشا نمیبری میگه که این تو مرا تماشا نبردنت همین دلالت میده که شما مرا دوست نمیدارید برای هم خمر هیچ جا نمیبرید میگه زنک بسیار گرم مزن مرا کارم بسیار ایوخ برای هم خیلی جا نمیبرم تا من چقدر تو را دوست نمیدارم که میفهم میگم من چقدر تو را دوست نمیدارم که تو سیم کارت های من میگم من چقدر من تو را دوست نمیدارم انا زنک دیگه سام میگه اینا که مرا به یک چیزی پلاس مثلا یک چیزی که نو چیزی مرا برابر کرد گرفت سیم کارت دا برابر کرد نمیگم میگه که زنک بسیار زنکی ساده بسیار گرم نزن همین تلفن به سیم کارت میشوه زنک مثل فکر میکنه میگه راست میگه تلفن به سیم کارت نمیشوه یک که زنک کلاک شور میکنه میگه اوه این خچ آدم گفته یو یعنی من سیم کارت یعنی دلش این مرا در دلش جا کرده در این مرد کم صفحه گفته نه اون سمر مرد کم میگه میگه زنک سودا دا اگه میدونه که این تلفنی ما 4 سیم کارت ها زنده باشن خیر سربلند باشن خداوند بزرگ ما دعا میکنیم که در لبان مادران ما در لبان پدران ما در لبان ملت تاجیک ما همه وقت خنده پایدار باشه زنده کار به کمبودی نیست همین حجم ما هم هست که کمبودی دارن نگیم که از همین بابامون یک گامی گفتن که گپی خوبه در خود بگی و گپی گنده شد یک طرفمون برم همین حجم هم همین خیلی دیدی که خوبه مقصد که خجل کننده و کمرک مظلوم داره کمرک شیرینه بخاطر بگیم کم دیدی که دیزه باید بیمانی هایی داری که تمام خیلی در طرف همه دنیا به کمرک نیست دوستان شما از همه جمهوری تماشا را به خصوص جذبه خریداران جوان امروز راهاندازی کرده از ضروریت راهاندازی کردن همین امروز بچی جمع اومده که پیشنهاد خلق کرده استیان مثلا جوانان را
دعوت کردیم و آزمونی حج و میخیر. البته که در هر سال و زمان 10 سال تا 20 سال حجمگروی نو ای مکتب نمونه پیدا میشوند. این یک تاش مخور. ما را همه ای طلبه مکتب دیدن کوتا خدی گرفته آوردن دانشگاه خوانده ختم کردیم و همین فقط ما جمع کردن همین جلب کردن همین جوانان همین مقصد است که هنرمندای جوان هنرمندا بیایند و سرجم باشند و در آینده با حج و چیزا پیش میبرند. امروز حج می‌کنم چی می‌کنم؟ در یکم دور زمان نیست که حجم‌نگار با یکم کس نیاز داشته باشد. هنرمند حجم‌نگار باید در یکم کس نیاز نداشته باشد. باید خودش فکر کنه، خودش ایجاد کنه، خودش پیشکش خلق کنه که خلق همه رو باید احترام کنه. با همه دیگه کسی هیچ که تدا ساخته نمیتونه. ما بخونه باشم با همه دیگه کسی بیشتر ما در خونه ساخته میتونم نه. ما باید خودم حرکت کنیم. هر حجم‌نگاری که با صحنه میبرد باید خودش حرکت کنه، خودش ایجاد کنه، خودش پیشکش خلق کنه، خلق باید در آینده او را احترام کنه. این همین خیلی شادروان عبیدالله راجب مرد رفت در سری پیرش گفت که در آخران اینترویوش گفت که مرا یگان رژیسور ندید. ای سخنای وای میبره که در این دنیا هیچ که نمیبینه. باید خودت ایجاد کنی، خودت خلق نشون بدی. برای که خلق تو را ببینه باید خودت نشون بدی. هیچ که تو را نمیبینه. باید فکرم نکنم که من نیاز دارم و من کمبودی دارم و باید من اول کمبودی نبود کنم باید حجم بکنم. این خیلی نمیشه. حجم‌نگار شدی هنرمند شدی باید شب نگفته روز نگفته این حجمش مردم است این شوشوی مردم است این فشفشی مردم است این شوشوی مردم است کله خالی باشد هم کیسه نباشد خالی بگذری از امتحان در مکتب‌های عالی این فشفشی مردم است این شوشوی مردم است این فشفشی مردم است این شوشوی مردم است نه آهنگش دلنواز نه متن شعرش حلال لیکن سراینده را عنوان ستاره سال این فشفشی مردم است این شوشوی مردم است این فشفشی مردم است این شوشوی مردم است این فشفشی مردم است این شوشوی مردم است این فشفشی مردم است شوشوی مردم است سنجیدن هم زن دکتر گفتا میدانی داده در نهایت هستی برابر $100 این فشفشی مردم است این شوشوی مردم است این شوشوی مردم است این فشفشی مردم است این شوشوی مردم است سنجشگران کار کردن تفتیشی بسیار کردن همه چی را سنجیدن پشت ماشین بار کردن این مردم است این شوشوی مردم است گوشاده دست بر دعا جوگی میتواند از ما شده عجب زمانه سرسک شود بلا بعدا
بیاید یک بار بسم الله یک بار استاد اینجا بیاید حسن چی را قبول کنه تقریب استاد تقابل روزه سلام این طرف سلام رحمت ما همین سهر دو بار وقت زنگ زدیم من یکم بار شنیدم که از نوحه یوم به سلطنت میبیایم یکم اپریل هم روز خوب است Assalamu alaikum. Красавчики. О, красавчики, olmayın olsun. Şimdi ileriki şahesini reşman oraya. Şifa. Okey, zafercim. Tekrar bana bunu çok ay Allah'ım bezdi. نامی خود چه بگیم رئیس؟ نامی خود خدای قل رئیس خدای قل استغفرالله نامی خواجگی را میگه نامی خواجگی ما نام داره خواجگی چارو پروری حرکت کوئی حرکت برکت نام داره خواجگی چارو پروری برکت رئیس جانا ها رحمت رئیس رحمت نفهمیدم ها رئیس جان وقتی که خودم همین خواجگی را قبول کردم چند سر گوسفند به چند تا بدن؟ کی میدونه چند تا؟ 100 تا 1800 تا رئیس جانا 1800 تا بدن میگیریم رئیس من میگیریم امسال هم گرفتیم رئیس گرفتیم نسل گرفتیم چند تا نسل گرفتیم کی میدونه؟ 155 تا گرفتیم رئیس 155 خیلی از 55 آی 5 دقیقه دونه ایسوم نه 155 تا بدک رئیس جان ها نفهمیدم رئیس میشه میگن چی رو؟ ساروق هم میگن ساروق رئیس جان حاضی چی میگن؟ 600 ساروق رئیس جان 600 تا بده یا 600 تا بسیار میتوان یک خیلی تو رئیس جان اما مالی مایده و چوالنگ و بزمان رسته ده رئیس اما ارقباش هم تکده میره و ده میره رحمت رئیس جان رحمتی کلان رئیس بچه ها میندار میشوند شما مدت ما را حرمت کردیم تنبیه داده رئیس رحمت مورد خود رئیس جان خب چی بخندید؟ تنبیه کن داده تنبیه دیگه میدونین تنبیه چیه؟ نمیدونین؟ بله باشه چی من میخنده نباشه من هم نمیدونم تنبیه بیس نمره نرزولای فان ندارید؟ داره کنید الو این تلفونی نرزولای فان السلام علیکم نعلیم سازه نرزه سلامت دون نرزه خوبه دانشگاه خیلی گوسفندا سازن میخونن مرغا سازن مرغا آوازشون میدرای رئیس مرغا شروع داده شما در گوارم میسپارن رئیس میسپارن که تو تا چوالم باناتون هسته رئیس جان خب انا استاد ما شنیدیم ما در رئیس یک چی داد یک تنبیه خدا شما را تعلق بگردانه نفهمید امیر هم میفهمونده نه سوالی ما امیر بوده که تنبیه چی مطلب داشته باشه امیر هم میفهمونده نفهمید حیطانت بیختم میکنن میپرتوه حیطانت بیختم کنده میپرتوه تنبیه خمید ده بیسیم بای من اکنه استاد منظوره میگم همین تنبیه همین مال مایده در ضرر داره چوالنگ و گوسفنده ضرر نداره ضرر نداره حتی نکنه استاد همین ضرر نداشته باشه حالا با پسش میگن قفاش میگن معنی خب ضرر نداشته مال مایده در ضرر نداشته زدن نمیشه انا
استادا همه برادران اینا انا اینا زفر وزن برو باش یا کوی وارد صورت بگی استاد یا برو دیگه خیلی استماعی توی دوستان عزیز در این روزی حج و خنده کلی حج نگارا سلامت باشه سلامت روزی خنده مبارک شد مبارک باشه اینا دوستان عزیز این آبادی رو بینید اینا برادران اینا همین دانشگاه ما به نام انمی استاد های اینا استاد میرزا ترسونزاده اینا اینا